خوب شد. میگم بله ایت دارا شدی نه؟ ایت پولدار شدی که خودم رو درختار میزنم سر کله خورمش کنم. من روست گاب نازی گیلک من روست تا شون برات دیری به پول لنگام کنده تو 1000 بمیری رو نویک با بچه گیلک و تا خونداغ میکنی. خب بچه برار منه بیگونه کنی هر چی میخوره با 1000 گفتم. چرا البته چیکار شده بچه من نمیارزم 1000 روپیه. نه تو مردن گیلک تو دیوار میزنم تو با 1000 میارزی. با خدا به 2 روپیه نمیارزی تو. خیلی خوشم از تو. چرا برار من چه کار شده؟ تو بدمت خوی بخواستی بری خوی تو بگی. راست بگه. میگم چی میگم؟ تایید کو دیگه 1000 هیچ چی تایید نمیکنم. برار منه. دستم 1000 روپیه. هاش تو ارزش داره. میفته کمی شو همین اشتت پیدا میکنم 1000. 1 لک روپیه. علی خودت تو نگاه کن چی میگی. 1 لک روپیه برار تو ارزش داره 1 لک روپیه. هم 1000 روپیه که چند ما کوکو پول کارگری منه ما روز تا شم لنگام کنده برات کار که اکتر من نون پیدا کنم با خونه خو. تو 1 دونه هزاری ور میداری میبینی بابا چه گیلک رو نویک میدی. دهنم بند باشه زن شمس‌الدین بیاورده 18 ساعت گذشته. زن شمس‌الدین داره ما نداریم ما کجا آوردیم مردم هر دم شید خنکنده. ساعتی بگفتم 200 گفتم 1 ساعت گفتم دیگه. داده تو برو داده رو بالا خیلی تو خم بالا خیلی داده که من خود از گفتم تو بیا. گابزه یعنی من به پیش تو 1000 روپیه ارزش شده خدا با من بچی خوردی داده ها زد گیلک او گپام یک طرف ارزش داری بغزارم نه دیگه به سر بغز ارزش نداری تو 1000 پول چی مانه میشه که میره بابا چی تو رو نویک میده چره تو گردن تو بام تو 1000 پول بدیدی که چی رنگه فس وقتی که من 1000 روپیه شما رو میکرد تو مادر تو میگو تو میگی گم مفت از گیلک دارم تو بوشی میده همیتن زندگی سیان چی بود درد میخوره خودی شغل مشوره نمیکنه پیش خود هر کار میکنه میره پول میگذاره مثلا امی کارا میکنه میره خونه برار منه بیگونه کنه بود خونه برار من بود بچه برار من بود عقدش به سر من میگفتی که 1000 روپیه ما این ببرم برو نویک میبرم گردن من بند باشه عباس میشنه من بیام آدم که بالم چاشتم بسته کن لینگ بدم استقانی هم داده من بریم برار بیا بگم پزی نکو قول مقال بیا 200 به دست میدم ما پول نداریم مغزا که 1000 نویک میده بعد چری که پر میزنیم آخی نه بعد چی آخی هیچ بعد نیه نمای برار نمای لالا تو برو ولکو برو تو خیلی گپا مفتی میزنی برو 20 به طرف میزنی به طرف انا 50 روپیه بگی 9 ساعت دیگه میارم حالا 2 ساعت دیگه ما با تو برو ساعتی به جمع جمعشی اون یکی باشه برو من خوب بگم سعی کنه چی میگه پول آخر بکشی برار تو بغر نشو بیا بریم به خونه بیا بریم خیره بیا علی شما قول تیلیشا خوبه داری قول مقال میکنی خودی برار ما چه کارشه به خودش نمیای اینو نتونم نمیخوره دیگه دیگه لینک اون خونه نمیره البته تو گفت تو منه هیچ نمیره خونه مادر منه خونه پیار منه بابا میگفت آخه با بیگونه نبود میگفت 1000 پول ما ببر بابا چه گیلک ببرم ای عباسی سر خیافه کلکنده 1000 پول میارزه تو بیای می خوار من بگم تو میدی تنکو آخه کلکنده تو نکو برار جنجال بیا که بریم به خونه بریم بیا که بریم به حرف ازی نکو بیا بریم خوار با چی تو نه برو جو سگو تو بیا تو داری چی گردن ما بند باشه به درس ما بیا بکن میخوره هم دو چی به درد میخوره پول میده با من تو بیا بریم برار به سرا بیا بریم بیا هانی زدی غور بغیر کردی از ماده که چه کار نخوری تو چی میخوره آنه بابا جان اشتن ما با خیریت جان گرفتیار هستیم حیف ما و شما بابا چری؟ حیف دادیم بابا چری؟ حیف نام شما دنگ میکنه به تمام افغانستان و چری؟ چطور شده بود؟ چره؟ با شما گپی بگم بابا من جستاشیم که سر شما شاخ پیری میکنه دوماد شما عباس خان خود کله گنده خوامان میرفتن رو به سراینا داده خورور داشتم ببردم به سراینا من به تر بدیده تباخچی پی از امران گردنم بند بابا نه سلام کمر نه سلام که زن خور از امران به زن خوامیت میکنه میگم تو اکیسی خلیفه میبخشی پولار وردشتی 1000 به من بگفتی ببردی به بند قنداق به چه گیلک زدی
ولی ایت بوده. بله. عباس میفهمه چه خوب اگر اون خصلت نه اگر از او سرش نون نمیخوره همین تو گوشنه. با واسطه حاضر به خودی داده تو قلقلو که. خودی داده ما مرا مثبتنه. این همیتون مردمی هستن بابا من نفهمیدم اگه میفهمد هر روز حال ما دختر بدونا میدادم. بابا جان حال مسئله بزو گپ نیه دادی ما ماست او امور ماست مسئله گپی نیه عشق و عشقی بیده. انال بابا یک مسئله هست که تو بگو ما بچه خودم مال به دنیا نمیدم. ایت 10 روزه شده. چند بداده؟ 1000 روپیه مثل که دادیم بند قنداق بچه مکرده. با من عباس گفتن برو بست تو پولا بیا. نمیده کو 2 تا سدی گفتن من میدم من اینا رو بیارم 2 تا سدی میدم. بابا جو من میرم که پولا بستم. نه هر کار کنه کوشش که بعد انم پول پیش دارم. 1 5 6 7 8 9 10 یم 11 صد همینا ببره بگانی گدو گشنه خب 100 روپیه حسابی بدین بعدم سدی را بده که کمک بکنم مامای بابا خیرش آوردن بگیر بابا همینا تو چی کرده وردن مامای بابا باکو خجالت کشم 100 روپیه اضافه بدم باکو خجالت کشم بگم یه ازاری شما 100 روپیه فایده کرده بگم فایده کرده ازاری شما اینا پره دیگه بگم گدا گوشنا بگو بدم دادن خود خو میایین همین تو بگو برین ایت من میرفتم خب برو دیگه شما هم که ایت میرفتین بله دیگه خودی هم بله من میرم مسئله ما شما من میدونم دیوانه کردی بابا دختر خاله گلی لاله تو چری نمیدی جوابو دختر خاله گلی لاله تو چری نمیدی جوابو عشقت بیقرارو تو چری نمیدی بابا اشتنی بابا پول بدیم پول بدیم دگه کو سلام تو خواهدم هستن ما و شما هم دگر میبینیم اگر سلام علیکم خوش آمد کنیم مردم پچر میگه پیار بچه باید هر دم که پیار خود میبینی بگی بابا سلام علیکم سلام علیکم بابا من در عباسی این گناه از من صحیح کو این گناه مینا برارا همگی همه خوار مینا خوبم حالی پول بدیم چه کار شده؟ خب خبر دارین گیلک بچه خالی من نام خدا به چی خودی خدا بریو داده همیته به چی نخری انال مادر ما گفتن برو پول بیار خب بستو که رونوهی بخرم برو میدیدن خب پول بده که مادر تو بره رونوهی و یک بخره رونوهی بخره ببره به بچه گیلک بله خب یعنی گیلک خرج 1 سال خرمای از ما و یک دیگه جمع کنه نه به معذب چندی ماهه شاید بابا 5000 1000 3000 هرچی بیشتر بیتر دیگه یک کار دیگه نمیشه ماشاءالله نام خدا ما که هستیم دست مشت وای داریم دیگه بنده مثلا میگو به 2000 ما بریم بدیدم به چه خوب دیگه لگم بابا راست میگی یعنی گپ تو همیت معلوم میشه که من هر چی زندگی دارم همه رو بفروشم بودم که شما ببرین دستاویز بگید بچه گیلک من نگفتم بفروشیم تو 5000 روپیه میگی تو کسی بدیدی که 5000 روپیه ببره آدمایی که دیشته باشه گوی هم میبره به نظر من از این که معلوم میشه مادر تو گنس از کله خوبه چی خور بگردم ولی به نظر شما چند خوبه 100 روپیه 50 روپیه که نگفتن که 5000 روپیه 5000 روپیه رو برته که میره عروسی خور میکنه کار شما گنس خیلی 5000 روپیه بدی برو با مادر خو بگو پیار خور اصلا من ندیدم من میرم راست خوب میزنیم شما که چی بگو نه من میرم راست خوبه به مادر خو میگم حالی دیگه باید چی دیدی بچیش به خود برو بریم بگو اصلا پیار خور ندیدم امشب بریم به مسجد جا خوبه برو به سرا نه یعنی 1000 روپیه هم نمیدی 1000 روپیه خیلی پوله به میشه راده بیا راست میگی نه باشه برو بیا میدیم یا نمیدیم آره ما عدی جو 500 همی هم خیلیه برو بابا اموالی سر کلی گیلک شد نیارده بم 1,500 که میارده برو بابا تیاره دیگه ندارم خود خوب برو اگه با مادر خوب گفتم 1 پنسیلی ورد از مالی پولا هم گسالر که بفروختم ورد برو بخر دیگه پول نیاره اونور که ما سین چند تا تشکانی بخریم خیر حال غمی نداره برو که جنجال مرتون اگه مداد نمیدادی بیم سه جا شما یا به مسجد بود یا به یک سرای یک دری دیگه شما ما به چی بلا افتادیم خودی قایب میقیم ما نه تو با ما بگو ما به چی بلا افتادیم بابا بعد وقتی خدا به گیلک به چه خودی داده همه ما این رو نوهی ببریم بخدیم بیای بابا بخدیم برای دقیق نداریم وای بابا تیک بیایی تیاره برو تو من میای بابا تیک بیایی شما کجا باید من دیگه بیزار اون خونه داخل شد یک گپ میگم 100 گپ بدن میکنه چکار گپ بود؟ هیچی لالا
چی گپ خود خوب قدرت میکشی؟ لالا به خونه که این بلغه سکن بفهمانی. چرا؟ لالا من روز تا شوم میرم مزدوری مردم میکنم کار میکنم که دو لغمون بخونه خب بیارم یک از پول کم پول به شرایط یک از پول رفیق خود خودش برده پیش بچه گیلک و تا بند غنداق بچه گیلک کرده رو نوایه 1000 روپیه خود گیلک به جلو ما خود جنجا کردم برفتم با خونه یک گپ میزن سر گپ بدن رو همین سرکله خسوربینی تو گیلک به 1000 روپیه میارزه نیو یک بیش شاقه هم نمیارز 1000 روپیه کجا بیارم بند غنداق میکنم تو نگفته که چه تو 1000 روپیه پیش خود باید اشتبی بردی اصلا برو جمعه با تو ایران خوب که تو همین پول چیزی که داری چرا دیگه میگذاری به پیش زن خوب با که میگذاری به پیش یا امیت سیکو براجو من اگه گاهی وقتا به تو کلمی گپ میگم میگی چه کار و فلان و لالا آخه تو خود تو از اول رو وایی بزوده برارم لالا راست بگیم حالا کم که من برم کلمی نگم با گوشی بیرو کرده میشه زنگ زده میشه با مادر خوب با برار دیونی و میای اینجا با جنجال میندازونه که تو سکو شوی و بزوی چی نمیگه خسور بیرو بیامد اینجا قضات میکشه اینا ناروا دارم روان دارم که دختر بچه برار خود رو نویک بیاره یا خونه برار خود چیزی بیاره لالا سعی کنید شما خدا بیامرزه پیار ما که فوت کرد شما رو به جا پیار ما گفته میشه شما کلانتره تو هم صاحب اولادی بشی همین گیلک خسورگوری تو هم 1000 روپیه چی کم 200 روپیه مرد نمیشه که بیاره با من دقندا قرزاده خوب بزنه شما برای ما یک گپ برای بگو 200 گپ بدم که داخل میته پیری شدم اصلا فقط همین بگین این پول که ورزشی چری با می عباس نگفت درست داشتم غریبی مردم نکام مزدوری حالا که بعد پول که برا دیگه انگار پول گم شد برا انگار از اون کیسه تو گفتاد به تا سرک دیگه ندیدی حالا که فایده نداره جنجال بکشی نکش دیگه چی نگو پول بره حال زنگ زدن هم فایده نداره که حال بزو بگی پول هزاری بیاد آدم بیا به مفتزن میکنه برو منتاد من بعد ما برم به خونه میفهم تمام که دانه که اصاب دورم بدور بفهم بگو به فکر زندگی خوب شد امرو که تو به یک دونه و یک 1000 ببری شهر صبح مثلا به سرانوی بخو بخرن شهر من همیش زور میدم لالا بگه برار من همیش زور میدم بگه برار من فدای سریو فدای سر به چیو زندگی خور به خونه برار خو که صبح برار تو میفهمه بریم لالا من اصلا بس را نمیرم من میفهمم با تو هم بفهمم خوبه اولاد دیونه هم اینا هم زن تو هم مادر هم بچه هم پیار هم دیونه هم